همش را به خاطر دارم. چرا در محله با سلاح میپرند؟ وای وای وای، امام مسجد دامونا سیاه کلتکیلس بود است. همش با آخر رسید شکری خدا، همش را با یاد آوردم دامولا. آخر چی رو با یاد آورده شما؟ چی گفته شده آقای کنان؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. چی خیل نمیفهمی دامولا کلتکیلس؟ دامولا کلتکیلس؟ این چی خیل گپ است؟ چی شده ایستاده است؟ ای آخر دامولا زیا هم تو هستی، کلتکیلس هم تو هستی. تو را میگویم. شما چی خیل گپ زده ایستاده؟ کلتکیلسش کی؟ زیاش کی؟ شما چی خیل گپ زده ایستاده آقای کنان؟ همش را فهمیدم، میگویم دامولا حافظم به جایش آمد، همش به یادم آمد. مشکلیتون را حل میکنم. با خدا که آقای کنان خفه نشوید و با فکرم شما مرا با کسی آمیخته کرده ایستاده. هر مالش من کار زیاد دارم، من باید روم. دامولا من مسئله حیات و ممات گفته ایستادم، شما باشید کار دارم گفته ایستاده. چی خیل کاره؟ من کاری شما رو چی کنم؟ مشکلی من هم مسئله حیات و ممات است. خیر همین خیل گوید، من هم با شما میروم. با کجا؟ با کجای روید؟ من هم روی شما میروم. این چه خیل گپ است آقای کنان؟ دامولا بسیار گپ است. تو حیاتی مرا نجات دادی کلتکیلس، از این بعد من تو را هیچگاه تنها نمیگذارم. ای برادری من تو را هیچگاه تنها نمیگذارم. آقای کنان از برای خدا در محل این خیل نکنید. نمیروی گفتم. حاله تو چی کار کردی ایستاده ای؟ تو چی کار کردنت رو میدونی؟ تو با یک پلیسی وظیفه‌دار مانع شده ایستاده ای. تو این رو میفهمی؟ بله مانع میشوم. چیکار میکنی؟ مگر مرا دستگیر میکنی؟ چیکار کنم؟ برادری من کلتکیلس، در اینجا تو مرا تنها نگذاشتی، حیاتم را نجات دادی. من تا آخری عمر از تو قرضدار هستم. چه خیلی مگر شما همشو با یاد دارید؟ من نرم. و هیچ کجا نمیردی اونا؟ زنک جانم عزیزم گوش کن، این دفعه همش تماما دیگر خیلی است. کلتکیلس رو یک دفعه دستگیر کردم، یک بار به دستم افتاد. من این آدم رو در همه جا جستجو داشتم، اما در جایی که هیچ انتظارش نبودم در یک مرکز دلخوشی با من روبرو شد. انا بین بختم بلندی کرد. گذار این بختم رو استفاده کنم. التماس اگر بختت بلندی میکرد اونا تو کلتکیلس رو از دست نمیدادی. دامولا همش رو به یاد دارم، جزئی ترین تفصیلاتش را هم به یاد دارم. همش از پشت این زنی فاحشه شد. امشب چون به این صورت نگاه میکردم، همش چون آینه این میردون از پیش نظرم گذشت. دامولا او را چنان دوست داشته بودم که تنها خانم سلیم با او مانند است گفته با او عاشق شدم، اما او از برای در این حال قرار داشتم مرا دوست نداشت. کلتکیلسی که فکر میکردم که مرا به این حال گرفتار کرده است، یافته انتقامم را گرفتن نتوانستم. دیگر حیات چی معنایی داشت که آن کار را کرده نتوانستم. آن فاحشه را کشته نتوانستم. چرا میدونی؟ انسان
با دوست داشته‌اش ضرر دادن نمی‌تواند. او را بسیار دوست می‌داشتم داملا. برای او تا به مقداری به جنت رفتن ثواب و تا به مقداری به جهنم رفتن گناه کرده می‌توانستم. او همه چیزی من بود. اما چون فهمیدم که او به من خیانت کرده است دیوانه شدم. دنیایم تیره شد. ای بی‌شرف! نجا میکنم چیکار میکنی؟ خانم نجا میکنم تو را میکشم. بازیم نیست. در دست سلاح انتظار شدم. به داخل چشمانش نگاه کردم. این کارو نکن کنو. هیچ نترسیده بودم. محو شده بودم. روزها هفته ها مست گشتم. به خودم به آدمان ضرر رساندم. روزهای از همه بدی حیاتم بود داملا. مست و الست دیر به خانه رفته بودم. زندگی کردن نمیخواستم. و به خانه تو آمدی. تو کشتی ها؟ تو در خانه من چی کار میکنی ها؟ اکا با خدا که من نمیدونستم که خونه شما یک قدم نمیدار که با خدا که تو رو در اینجا میپرونم. خاطره ای من تا همان لحظه به یادم بود. از همین سبب مرا تو پراندی گفته فکر میکردم. اما این دفعه همش به یادم آمد. نیست پران نگویم. نکن اکا صدقه کشی پران دوره من میکنن. اکا ایست اکا پران اکا تو چیکار کردی؟ خیز اکا چیکار کردی؟ خیز در آخر به یاد آوردم. اگر تو نمی بودی یاری تجیل رو جیغ نمی زدی من در آنجا می مردم داملا. این حال را بینه تو حیاتی مرا نجات دادی. من برای کشتن تو تمام قوه و هستیم رو صرف کرده دنیایت رو تیره کردم. خاطره هست کو بسیار چیزی عجایب است. یکی من تو را میکشتم. ها من با این در چه خیل زندگی میکردم. چه خیل زندگی میکردم. از برای من شده یگان چیزی نبود که به سرت نآمده باشد. از روی صادر کردن جنایت به حبس افتادی. از محبس گریختی. اما نترس. اکنون از این پس در برات هستم داملا. پشتیبانت هستم. از این بعد رفیق حیاتی من هستی. مرا ببخش کلتکیل است. التجا میکنم مرا ببخش. برای مشکلی های گرفتار کردم برای دردهای دادم مرا ببخش کلتکیل است. یعنی کرامات در سله و جامه بوده است. ببینید دامهای ساخته تو را مانند جین را برآوردن از این مسجد میبرارم. اللهم اجرنا من دامهای ساخته. اللهم اجرنا من شر این دامهای ساخته. عزیزم ثبت ها میگویم فیته های ثبت میگویم مسئله حیاتی رو در آنجا در بر گرفته است میگویم. مالش گرفته رو با خونه دیگر تو رو راه نمیدیم. گرفته رو زورو چی شد با تو دخترم؟ اکنون همش با آخر رسید برادرم کلتکیل است. از این پس دیگر گریختن نیست. رفته بیانات میدیم. به فکری من تسلیم شد. از همه زیاد 5-6 ماه نشسته میبرایی. هم ببین دزدی رو هم پرتفتی. داملاگی کردی. با ما راهی راست رو نشان هم میدهی. از تو فایز گرفته استفاده کرده ایستاده ایم داملا. با خدا گناهی از محبس گریختن اونقدر کم نمیشود آقا. داملا از روی گناهی که صادرش نکرده ای در محبس نمیپرسیدی آخر. هم نترس. از این پس من در برات هستم. از همه ادوکت های عالی را به تو میارم. هیچ چیز نمیشود خواطر نشود. دخترم زورو چی شد؟ کجای در دارم؟ حله زنک جانم شما زورو را گرفته به خانه درآید او را خوابانید به اون مشغول شوید. من کارم را زود حل کرده میآیم. پروا نکنید من میآیم. البته زورو جان شیرین نکم چی شد؟ کجای در دارم؟ زورو کجای آی با کجا میروی کنی اینجا بیا. با کجا میروی اینجا بیا گفتم. گردم ده آی اونن اینجا بیا. جانم خوب هستی زورو.
کمک میکن شو دست با تو جان خرج دارم کلتکل است. جانم را نجات دادی، این دنیاام را نجات دادی. بسی نکرد تو آخرتم را هم نجات داده ایستاده ای. یکی خودکشی کرده با آن دنیا می رفتم. تو چی اینقدر آدمی مبارک هستی؟ مانند تو انسان نمانده است. هیچ خاطر نشو. با تو در همه مشکلات کمک میکنم. دائما در برات میشم. اکنون تو رفیق حیاتی من هستی. رحمتی کلون و آقای کانون، من خدا باید روان مثل کاری تجربه دارم. من هم میهایم دومولو. سلامت باشید. این مسئله شخصی است، این خیلی نکنید. اما شما یک چیز رو خواهش میکنم، التجا میکنم. همون مسئله کلتکل است در بین خودمان ماند. هیچ خاطر نباش. سرم را میدیم و سیرم را نمیدیم. خاطر نشم. تو را بچه های ما تا جایی میرفته حد میبرند. سلامت باشید آقای کانون، سلامت باشید. تشکر زیاد. شباتان خوش. شبای خوش دومولو. تا پگاه دومولو. خیرین عادتی دهانم است. برادر این چه خیلی ماشین میرانی اگر به مزار مرده تازه مرده ایستاده ای پیشت را نگاه میکن یا خدا تا بفهم چشمانش نمیبینین چی؟ اینجا صدقه دادم بوده است این رو بیره ماشین ها بکی ها امانت شدن سلام علیکم و علیکم بر سلام بسم الله الرحمن الرحیم یا توبه استغفر الله ما برادر هنگام آمدنت آواز براری نمی شود من آمدم گفته چه کنم؟ هنگام آمدنم اگر نغاره بینوزم دامولا توبه کردم خداش کنه دامولا من خواتیر شدم شما مگر این مسجد را از آن دامولای ساخته گرفته توان نیستید مگر این چیست تابوت خالی است آخر برادر مگر نمیبینی خالی ماشین هنگام رفتنش افتانده است ولی در میبینم دامولا رو از دهان شما شنیدن خواستم هنگام دیدن این تابوت مثلا چی آمد میدانی؟ چی آمد؟ نقشه شاهانه آمد دامولا چی خیل نقشه؟ دشمنی ما دامولا زیان نیست مگر؟ خیر راهی از او چی خیل رهایی یافتنم آن را یافتم دامولا چی یافتی؟ نه حالا این خیل میکنیم دامولا حالا هر دیمان یک جایه نه این چی از کن؟ رو پوش اون را گرفته بعد زهرا جان حالت خوبتر شده ها؟ بابا جان حالا هم درد دارد شد میگذرد دخترم ای ماشین را کمتر زودتر بیرون بعد تو گفته ایستادم زود باش گاز را زیر کن باز با سر من زوری دارم ده عجایب کار شوهر زورا در اینجا نیست مرا جنگ دارید آخر چرا این آدم نیست مرا گوش کن تو مگر به دامولان یا زنگ زدی که از پسش گپ میزنی ها رفیق غیبت چی کی من غیبت چی مانده من او را حتی نمیشناسم دامولازیا بسیار خوشبخت است از آنی که روی تو را ندیده است آقای اکرم مرا رنجانده ایستاده اید بس بسیار گپ نزن من به دامولازیا زنگ زنم بیاید بابا جان ایسید شما ناراحت نشوید من خودم به او زنگ زدنی بودم مایلش لابای زهرا زیا جان مرا به بیمار خانه برده ایستادن بخیر است یکم حادثه شد یگان جای خواطری نداره زیا جان یزنه اون نلا مرا به بیمار خانه برده ایستاده است برای اون رو از من دور کردن البته سپاسگزارم زهرا تو در کجای زیا جان؟ من با دکانی که شب‌های کامیرا میباشد به آنجا آمدم کمتر پس در آمده پلیسان آمده کارها رو حل میکنم بسیار خرسان شدم زیا جان میلش جانم تو آن کارها رو حل کرده بیا میلش چی خیلی کاره؟ از تو دیدم مگر کارش ضرورتر است مگر این خیلی میشه بده پر کار دارد کارش رو حل کنه بعد میآید آفرین دخترم من همین هیچ واهی من نکن کارش رو تمام کند بعد میآید
زهرا کنی اون تلفن رو با من ده؟ چرا یزنا؟ با بوجم گپ میزنم با او شناس نشدیم اخیر اخرم با تلفن شناس شویم بده یزنا جان او حالا مشغول است یک روزی دیگر گپ میزنین میلش؟ آخیر شیرینم تنها سلام میگویم دیگر هیچ چیز نیست بده کنی ده با من ده زیا جان تلفن رو به یزنا میدهم. چیکار میکنی؟ الو بوجان الو دنبلا زیا یا خدا توبه من هم پزمان شدن آواز تو بودم از کجا بر اومدی؟ خاموش کرد یزنا چی من گفتم که یزنا با تو گپ زدن میخواهد ممکن نشنیده است از همین سبب خاموش کرد. عجیبه حتی با تلفن با او شناس شدن نتوانستم. صدقه داده داملازیا بوده است کسی از تو دور شود به خدا نزدیک می شود. استاد هجری پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ زود با من روبرو میشوی تو مرا پای برده ایستاده. استاد اگر تمام شده باشد پرسم سوال. این رو بینا با سوال من حتی اهمیت نمیدی ها؟ سوال پرسیدم نشنیدی مگر؟ استاد شما سوال پرسیدی؟ بله پرسیدم. در اینجا چیکار میکنی گفتم نفهمیدی؟ آخر گفتم که در اینجا یک خویشمون زندگی میکند با زیارتی اومدم استاد. آخر این روزی گذشته بود. تمام استاد آخر خانه‌اش در همینجا است. تو مگر زود به زیارت این خویشت میویی؟ استاد بیمار از بیمار من هم برای خرسند شدنش میآیم. شما هم باید یک پیاله چای بنوشیم ثواب میشود ثواب میگیرید. نه هجری پسرم نه رحمت کلان خیر تو زود بیرو برو انتظار نکن بیمار بوده است. استاد سوالم رو پرسیده بعد روم. از من نپرس هجری مدام نزد خویشت آمدی از خویشت بپرس. استاد سوال رو خویشم پرسید من جواب دادن نتوانستم برای همین از شما میپرسم. چیکار یعنی سوالی که خویشت پرسید آمده از من میپرسی؟ بله استاد. اویلی سوال پرس میباشه. لبا استاد نه هیچ چیز نه من حالا هیچ در حالی به سوال جواب دادن نیستم بسیار کار تجلی دارم تو حالا بیرو سوالات رو بعد میپرسی. خیر نباشد کاری تجلی داشته باشد پگاه میپرسم میلش. انا دیدی بسیار کار خوب شد میپرسی پگاه اکنون بیرو تا بازی. یا کی استاد این خیل میکنیم سوال رو من حاضر میپرسم جوابش رو پگاه شما میدید میشود. این چی معنا داره؟ استاد آخر شما کاری تجلی دارید کو وقتی شما رو نگیرم گفته این خیل کردم. نه هجری نپرس استاد پرسم. نه نپرس گفتم نپرس. استاد کلتکلس حیوان گناهگار است مگر؟ آخر هجری بین باز چی گفتی تو؟ کلتکلس؟ این از کجا برآمد؟ خویشت پرسید قسم پرسید مگر؟ استاد چه خیل قصدم؟ آخر پسرم این چی معنا دارد؟ کلتکلس مخلوق گناهگار است مگر؟ انسان ها گناه میکنند مگر مخلوق ها هیچ گناه میکنند؟ آخر کلتکلس چی گناه دارد؟ همه شما به کلتکلس چسبیدید. استاد این روایت دارد انا آن نمرود کافر و ظالم است کو وقتی حضرت ابراهیم را با آتش پرتافتنش مرچه ها برای خاموش کردن آتش آب کشاندند. کلتکلس باشد برای علنگه گرفتن آتش پوف کرده است استاد. آخیراً همین خیلی روایت است. یا خدا توبه گناهی کرده یک کلتکلس رو با تمام کلتکلس ها بار کردن مگر درست است؟ آن گناهی آن کلتکلس است. گناهی کلتکلس ها دیگر چیز یعنی تمام کلتکلس ها را نسبت دادن لازم نیست. میلش نباشد همین خیلی می نویسم یک کلتکلس گناهگار باشد همش گناهگار نیست. عینا هجری عینا شد نوشتم استاد خدا از شما راضی باشد خویشم هم خرسند میشود. خوب هجری پسرم خیر تو بازی شب خوش استاد. خداحافظ. ای خدا تو رو زند هجری مرا با گپ گرفتی کمتر دیگر مانده بود که دستگیرم میکردم. بلا زند لیوینت بیایید به خانه برگردیم من خوبم. سفسطه نگو زهرا چخیل به خانه برگردیم تا اینجا اومدیم رفته یک خودت رو از تشخیص گذران با دکتر نشان دادن در کار ما به همین هم به بیمارخانه نزدیک شده ایستاده ایم. پاپا جان من خوبم هیچ چیز نیست. یک لحظه بود گذشت بیایید به خانه برگردیم. هیچ ناراضگی نمیخوام راست به بیمارخانه میرویم. تمام من خوبم. دخترم تو خوب هستی کنی بینیم حال طفل خوب است تو هم گاز را زیر کن زود باش. من خوب بودم زهرا. سردارم ما ثبت‌های کامراهای دکان‌ها را گرفتیم راست به شوبه می‌رویم. به حجره ثبت‌ها گذارید هیچ کس نرسد من زود میآیم. تمام سردارم خاطر نشوید. پروفسیونالم مرا گوش کن پرویزی مایید این سیدی را گرفته با لند کروزر به شوبه می‌رویم با دقت باش و تا آمدن سردارم
این ثبت را هیچ کس دست نمیرسوند. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. پرویز بدم. اطاعت سردار. طفل یکان چیز نشده است نه؟ نه بابا جون هیچ چیز نیست. در زنهای حامله‌دار خیلی چیزها میشود آخر. حالا دکتر برآمده خوب بودنش رو میگوید. خواطر نشوید. خیر نباشد من روم. یگان چیزی مهم پیدا شود برای خبردار میکنیم. تو باز سرستا نگونم به هیچ کجا نمیرویم مگر ما رو در همین حال گذاشته میرویم. آخر حیاتم زنک جانم عزیزم دختر در ماشین وقت گفته داد زد من یگان در ندارم گفته به شما فهمونید شما نفهمیدید گذار من روم کارو بردارم تو هم باشی به من وقت کرده داد زد ایستاده چرا برون نمیفهمی حله به هیچ کجا نمیروی دیوانه هم کردی اوف. بگذار رود به اینم وای در اینجا زیادتی است. انا اکنون زیادتی شدم آقای اکرم. بله من در اینجا زیادتی هستم. تمام مایلش پس من میروم با اجازت شما. انا دیدید بهانه‌اش رو یافته رفت. خانم زهرا دراز کشید شما رو تشخیص کنم. خانم دکتر من دراز نمیکشم شما باشید مرا تشخیص نکنید. با شما من یک چیزی مهم رو گفتن میخوام. مرحمت. من حامله دار نیستم. نفهمیدم. ولی نزدیکانم مرا حامله دار میدونن ولی من حامله دار نیستم. حالا آدمونی در بیرون ایستاده سلامتی یک طفلی نبوده رو میخواهم بفهمم. متاسفانه همین خیلی یک حالتی بود که من مجبور بودم که خودم را حامله دار اعلام کنم. اگر بابایم حامله دار نبودنی مرا فهمن من محو میشوم. از شما خواهش میکنم با بابایم بگویید که من حامله دارم. خواهش میکنم با من کمک کنید. خواهش میکنم. خانم زهرا متاسفانه من این کارو کرده نمیتونم. خدایا توبه چی شد این خیلی ناگهان؟ با زهرا چی شد؟ اما کی اکرم زهرا خوب است؟ زهرا خوب است انشالله که طفل هم خوب است. چه خیلی طفل؟ حاله طفل زهرا رو میگوید انشالله که خوب است. زهرا حاضر در کجا باشد؟ در درون با دکتر است انشالله خوب است. خوب است خواطر نشوید. چه خیلی شد؟ خوب است آخر انکل نه دیوانه میشوم آخر از سلامتی طفلی نبوده خواطر شده ایستادن. دیوانه میشوم. مادر جان اقلا در اینجا خاموش شوید. تولی این التماسه چی التماسه؟ بس کن. با من نگر. حالا زهرا چقدر شرمنده می شود. همه اتون می بینید. مادر بس کنید خاموش
باش. خانم زهرا رو از همه تشخیص ها گذراندیم. حالش بسیار خوب است. خانم دکتر طفل چی خیلی است؟ در اینجا چیکار میکنی؟ آقای پلیس تازگی کرده است. تازگی؟ چه خیلی تازگی؟ کی با تو گفت که تازگی بکن؟ راستی کمیسر اونال گفت. کمیسر اونال؟ خدایا توبه. چرا کمیسر اونال خیلی گفته باشد؟ شوبه را تازه میکردگی ها معلومند. براستی نمیدونم، اگر خوبید رفته از کمیسر پرسید. مایلا تو کارت را دوام ده. برای کار. سلامت باشید. چرا خاموشید؟ یا به طفل یگان حادثه رخ داد؟ گوید آخر. خانم زهرا یگان درد ندارد. طفل چی؟ طفل خوب است بابا جان. طفل بسیار خوب است. بسیار خوب. شکمش کمتر درد کرده است. از همین سبب کمترکک درد داده است. به خوردنم کمترکک دقت دادنم لازم بود است. به غیر از این تمامی تشخیص ها خوبه. بسیار خوب. همین خیلی نه دکتر. بسیار خوب. بسیار خوب. چی خیلی؟ یعنی زهرا در حقیقت حامله دار بوده است؟ اون خیلی است. باور نمی کنم. ای باز سر نکن تولین. میتوانید با لوین فخر کنید چون که نواره ها رو با یک عذاب به دست آوردیم. 40 گیگابایت رو در یک دیسک سی جی خونجاندم روده هم ورم کرد رفیق سردار. من میدونم که کلتکیلس مثل موش در همه جا پیدا می شود. لوین مگر دیوانه هستی؟ نه به خدا. چرا کلتکیلس به اینجا در آید؟ کنی اون رو ده. این رو بین سب در دستش بوده است. با بالو گرفته و نمیشوی گفته به زهرا اونقدر وعده دادم. محافظت کردن نتوانستم. آقای خانم، آقای سخرات سلام گفتم. اگر وقت داشته باشه در مکانش انتظار است. گپ داشته است. خوب. من هم با او گپ دارم. پیش درا. رو نمیکشه. این رو چرا تو در جربت نکردانی ها؟ مگر دیوانه هستی؟ هیچ چیز نشون نمیدید. ویران کردی. یه سردارم چرا شما با من داد میزنه؟ همه سیدی در کیسه هم بود. من چی میدونم که در درون سیدی چی هست و چی نیست؟ این سب در کجاست؟ تنها تاریکیست. سردارم من فکرم کلتکیلس در درون همین سیاهی پنهان است که ما او رو دیده نمیتوانیم. لوین حالا سیمای تو رو هم سیمای کلتکیلس رو هم سیاه میکنم. مگر جای شوخی است؟ سردارم من شوخی نکردم. من فقط فکرم رو بیان کردم. ای ابلهی بیعقل، از پیشم دور شو. باز در اینجا لط و کوبت نکنم. برادر در این دنیا خود به خود گپ زنی هم گناهکار میشه. راستی گپ به این کار در جانم اومدگیه. همه وقت حقارت میشونی. ای برادر تو کیستی؟ اینجا چیکار میکنی؟ لوین دمت رو گیر. تو بیمار هستی که خود به خودت گم بزنی. از سببی که سردار ما را جمع کرده ایستاده است با آوازی پس
در اینجا چی کار میکنی؟ مقصدی تو از کشتن همین بود؟ تو مگر دشمنهایت رو آغوش کرده میکشی؟ تو چی میگویی؟ تو رو همراه کلتکیلاس مانند دوست دیدند. خیر چی شده است؟ نفرتی که در بینتون بود چی اینقدر زود به دوستی مبدل گشت؟ یا اینکه تو مرا مسخره میکنی؟ برادر از تو پرسیده ایستادم کریم اگر تو کسی در اینجا چیکار میکنی؟ من برای از کمیسر گپ نشنوید گفته جواب ندادم. سلامت باش آدم خوب بوده این سردارم و خیلی من همین خیل است یکان کارش برام نگیرد مرا جمع میکند او به من هیچ چیز نیست. بیا کپا زیاد نکنیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ کدوم شمال به اینجا آور؟ من برای تازگی آمدم آقای پلیس. برای کار نباشد. یک چیز را پرسم عینکتون از استخوان فیل است؟ بله از استخوان. کو بیا بار بینم. واه عینکتون در تاریکی روشن نشان میدهد است. عینک تو بسیار ویران بوده است. نباشد بازار رفتم مثل عینک شما عینک میخوام. خیرک کشوده شد. خیر من باید روم خب برای کار. چی دیسک شد سردارم؟ گوش کن سقراط، خوب گوش کن. کلتکیلاس از این پس برادری من است. اگر با او ضرر رساندی یعنی با من ضرر رساندی دانسته باش. کنان تو را بیهوده دیوانه نگفتند. این نام به تو بسیار موافق است. آدمی را که تو دیروز برای کشتنش جهد میکردی حالا باشد برای زنده ماندنش جان خودت رو فدا میکنی. احترامت میکنم خطا نفهم. بسیار سفسطه نگوی سقراط. من گپم را گفتم. کلتکیلاس از این پس برادری من است. از او دور میشوی فهمیدی؟ متاسفم مانند کلتکیلاس دیگر دزد ماهی را از کجا مییابم؟ او دستگیری من میشود. از این پس من به واسطه او همه درها را میکشایم. من چی خیلی گپ زده ایستادم؟ با فکرم مرا نفهمیدی. من گپم را با تو گفتم. از کلتکیلاس دور میشوی. اما گوش کن کنون. سقراط فیلسوف میگوید که برای از ترس نجات یافتن در حیات از چیزی که بسیار میترسید روزی به سرتان آمدنش را قبول کنید. من از چیزهایی که خواطر میشدم سال هاست که خلاص شدم. اکنون دیگر آتشی در دنیا نیست که مرا سوزاند. تو هیچ غم مخور. بچه ها تو را همراهی میکنند. بس بچه هایت احتیاج ندارم. من را همراه خودم میابم. طرفیز چی کار میکنی؟ بخشش سردارم خطا کردم. به فکرم به آخر راه آمدیم. آن زن را اگر دستگیر کنم این طرفش آسان است. اگر زهره رو بینند همه چیز به آخر میرسد. اگر حتی تسلیم شوم هیچ سودی ندارد. این نوبت درباره کلتکیلاس ها با شما قصه میگم. حیات کلتکیلاس. این چی هستی؟ این عالم حیوانات است. درباره کلتکیلاس است سردارم. کلتکیلاس خزنده بسیار جست و چالاک است. این چی سفسطه؟ شما مرا مسخره کردید ایستادید؟ ثبت اسامی در کجاست؟ کلتکیلاس بسیار خزنده دانا است. برای هیچ وقت دستگیر نشدنش همه وقت جای پنهان شویش را می‌یابد. دستگیر کردن آن غیر امکان است. کلتکیلاس دوم پرتود کو سردارم؟ بلازنده نوگده براها از اوده یک کار هم نمیبراید. و شما یک چیز را باور کرده نمیشود. برای دف شوید نظرم گفت شوید. برای روید. چی گپ شد؟ روید. ثبت رو کی باز کرد؟ دف شوید گفتم. مرا تنها گذارید. یک ثبت را محافظت کرده نتوانید. برای گوشه دوی من پشت شما لبه گپ میشنوه. چی گپ باشد در سر لبه؟ برای نمیجه. برای نبینم حق تو نبینم. برای اون پیش شما حرکت کرده با جای ثبت رفته. ثبت ها را عوض کرده تا خیر. کلتکیلاس هنگام شکار رنگش را عوض میکند. اوی کلتکیلاس. اوی کلتکیلاس. کلتکیلاس از ترس دومش را میپرتاید. خدایا آخرین صفحه رو کی از اونجا گرفته باشد؟ دیوانه بشوم.
اما چه خیل شده است؟ صدها به کی لازمند که آنها را تازه میکنند؟ نمیدانم. باور بکن که نمیدانم. صد در دست دیگر کس بوده میتواند. یکی به دست پلیس افتاد؟ نه نمی افتاد. نه اگر با پلیس میدادن صد رو از دست پلیس نمیگرفتن. اینها کیستند؟ از ما چی میخواهند؟ نفهمیدم آخر. نمیدانم. آفرین، بسیار کاری سودمند کردی. یک دقیقه انتظار شد. زنی زیبا بوده است. کالتاکلوس را از چشم دور نسازید. پیگیری رو دوام دهید. خوب شده سردار. اما زهرو وقت به دست آوردن. یعنی صبر در دست پلیس نیست. مهمش این است. آخر خود این حریف ها ما رو جستجو دارن. با تو هیچ علاقه ندارن. خاطر نشم. تو رو به این کار همراه نمیکنم زهرا. کالتاکلس من به تو برای خدمت های کردت بسیار سپاسگزارم. چرا؟ خودت را برای من شده در خطر گذاشتی. برای هر دویمان کردم. نه پلیس ها آخر تو رو میشناسند. تو مرا نجات داده. من در حقیقت بسیار عذر میخواهم برای گپ های بدی به تو گفتم. مهم نیست، اهمیت نده. من اونها رو فراموش کردم. اپا تو خطا کردی. تو رفته باید با شرکتی بارکشانی شرطنامه می‌بستی. یک تا ماشین بارکش، یک عربه، باز آدمان آنها برای بار میکشوندن. آخر تو لباسای خانه‌ات رو بار کردی. ای در بلا موندم. کالتاکلوس فهمد دهان بینی مرا میشکنه. عاشقت مانند زنها پرگپی. تمامی رو گوشم را تر کردی. خودتون را در قصر جا کردید. کیف صفا دارید. اپای جمیلتون باشد به خانه و در گردد. شما باشید شاهانه زندگی کنید. نه این خیلی نمیشم. اپا همه آواز و شیرینه کمتر بلندتر دوزن. قریب که همه فهمی. به چرخوی چمدان شکستگی در دستون برداشت و فکری مرا نمیکنی. شما دید خانم. آقای اکرم این جوان ها بسیار شکایت میکنند. از کمترین کار خسته میشوند. حالا به سرشان کاری دهنه آمده است. راست میگوید خانم. بسیار راست میگوید. پسرم ده. نه پسرم ده گفتم. آقای اکرم التماس لطفا آقای اکرم خوب است. آقای اکرم خیلی در جایتون. خیلی میگویم. اولا حضرت چیکار میکنید؟ خوب است؟ خوبم. تمام خواهش میکنم. شما رو ترساندم. روز میخوام. مرحمت. ای خدا میدرارم. شما برای من در رکشوی بس. گذر بیاک. خطا پیدا سگی فشته بوده چی هم بیوه؟ گذر آخی. خوردن چونان پسند آمده است که خودم را داشته نمیتوانم. با نزدیکی دم کرده میگردم. زورا تو چرا اشتها نداری؟ آزاری من؟ چه خیل؟ نمیبینیم ما بجون؟ چه خیل خودم را داشته نمیتوانم خورده استودم. خودت رو بین و مرا بین. تشکر ازی. نمیارزه. میخورد. خوب میخورد. همش دروغ است. یا خدایا خوش دامنم دوست میداشته است میگویم اما من خوش دامن ندارم آخر. این زن کیست؟ آیله بزرگ به من گوشتی. شما را با خانم جمیله شناس میکنم. خانم جمیله به دامادم دامولازیا اپش میشود. به شما اشتیهای دام.
پس در خانه ما میمانند. شوکت جامدانهایشان را به درون درار. خانم مرحمت. چی خیل ثبت نورده چران است بلا زند اوی کالتاکیلاس سردارم کالتاکیلاس کامل دکان را با فکرم شکسته است همین خیلی پدرش نالت شیطان لبی آب تشنه میبره و میاره دیوده او را کالتاکیلاس نمیگن لوین سفسطگوی را بس کن برا دیوانو نکن رفته به من تمامی ثبتای شما را گرفته بیار تینجه سردارم زود از پیکار شو خیلی زود در شو باز تینجه است میگوید کاری تو چی؟ داماد اپاتان خواستن که به تو سورپریز کنند درباره در اینجا ماندنشان را به تو گپ نزدم. بله بابا بسیار سورپریز شد. سلامت باشید. تو اپا داشتی؟ من خودم نفهمیدم. چی؟ حالا فهمیدم. домолозиё апа доштанатонро намедонистем ин хонум ба туй ҳам наомада буд ку мо вақте бисёр мешавад ки мо қариб будем ана навошти шудем апаи домлои масҷидро бина боварӣ дорам ки инашам апаи сохта аст уф модар шумо ҳама чизро сохта мегӯедӣ бале сохта аст сохта хайр ой келин духтара апаат ро хушомадед намегӯӣ ман бале ту хуш омадед ҳа намихел писараки зеборо ба даст овардаӣ духтар ту молшинос будаӣ офарин ба ту аз хӯрдан мекафарӣ خانم خدایا بابایم چیکار میکنن خانم جمیله میبینن اشتیهایتان نقص بوده بله همین خیلی است برادرم را که دیدم اشتیهایم خیلی خوب شد اشتیهای من باشد گریخت دیگر نقص نمیشود تو بهترش خوردن را بس کن نمیبینی دم کرده ای چشم نرسد باز از خوردنی بسیار نکفی فروخ میبینی مرا دم کرده ای گفت خودت دم میکنی آش شود آش بسیار سپاس گذارم آقای اکرم بین انا این حریف احمق را بین انا بین در شوب است انا بین آدم تا با اتاق کارمان در آمده است شما کجا را نگاه میکنید مگر خواب است تمام شوب خواب است چرا این حریف را دستگیر نمیکنه لوین این محافظا کجا را نگاه میکنن رفیق سردار این حالا بین باز ای جمع برم قطشون دیگه خیلی گپ میزنه این چیست ها چی است این آی لوین این چیست کلی بگو بله سردار این منم اما آدمی که با او گپ زده ایستادم رو نمیدونم شما در اینجا چی گپ زده ایستاده درباره چی گپ زده ایستاده لوین با وای حریف درباره چی صحبت کرده ایستاده ها وای تو با حجره ثبت کنی در اومده است شما درباره چی گپ زده ایستاده وای ابلهی به عقل تو مگر کور هستی تو مگر خائن هستی سردارم خفه نشوید و کمتر عیب شما هم شد خیلی عیب من آخه سردارم چون که شما با من گفتید که خود به خود گپ نزن من پاشم با آوازی پس با او گپ زدم گفتم که تو کیستی چرا با اینجا آمدی او با آوازی پس جواب داد و من نفهمیدم که او کالتاکیل است رفیق سردارم وای احمق بیفهم وای با آوازی پس گپ میزند گفته از سیموهای شما رو نشناختی ها یک دقیقه سردارم لطفا آرام شوید فرض بکنیم که کالتاکیل است و اینجا برای صبر گرفتن آمد خیلی گرفتن میره حالا در اینجا چیکار میکرد یعنی چی خیر یعنی میگویم که سردارم کالتاکیل است برای گرفتن ثبت آمد و عوض کرده شدن ثبت را در اینجا فهمید یعنی که معلوم میشود که این کار را کالتاکیل است نکرده است در بروتای خوشی جانم کالتاکیل کار بفرما هوشیار شو بله لوین مگر تو امروز با جای عقل دیگر کس رو استفاده میبری سردارم من خودم رو تعریف نمیکنم لیکن این کارو برای من میده شده سردارم به طرف شما باور میکنید یا نه در این موضوع من پروفسیونالم
خیر نباشد این سبها را کی بس کرد؟ این نشو باشد سردارم شما یا بید همه چی رو من میابم. برادر دفشاو سردارم شما وزمین گم زدیستی مرا وای کلتاکیلاس من اینها را از بینیت میبرم. حالا میبینی به تو میگویم این زن کیست؟ زهرا این زن با بالای من و شوکت حق زیاد دارد. بسیار زن مهنتکش و غمخور. در وقتش ما را خوب نگاهبین کرد. خیر حالا چی میشود؟ در اینجا میمونه؟ نه البته که نمیماند. خودت دیدی. اما من این خیلی فکر نکردم. نه من حل میکنم. در تویمون کم نبود که باز به سرمون یک اپه ساخته دیگر آمد. به همین هم در اینجا مانده نمیتواند. این خیلی نمیشود. تو بازدید. این دختر زیبا است و اما آنقدر آدمی خوب نمی نماید. اپا از برای خدا چی گفته ایستاده؟ لباسهایت رو جمع کرده اومده. ما مگر چی گپ زده بوده؟ برای تو یک جا تامین میکرده مگر این خیلی نگفتیم؟ ای بس ای به جای اینکه خودسرد شوی چون به خانه یک بوی دختر در آمده ای هوا بلند شد. اپا این خیلی نکن. هوی من هم به تو هم به شفقت کم مادری کردم ها؟ حتی ته پوشتون رو میشستم. اپای جمیله چرا در این موضوع ها گپ میزدی ها؟ درباره چی گپ زنم اخیر؟ خدایا توبه پسرم رو هم رو گم کردم اخیر. این خیر به تو چی ها؟ مرا آقای اکرم دعوت کرده است. به فکرم مجبوری در اینجا نمیمونم. خوب آقای اکرم تو رو برای اپای من بودنت به اینجا دعوت کرد. مگر من اپای تو نیستم؟ آخیر اپا جان چرا این خیل میگویی؟ این خیل نکن آخیر. اوف من چیکار کردم؟ اپای جمیله در اینجا موندن نمیتونیم. البته التماس ما رو هم میفهم. به همین همسرم در هزار بلا است. یعنی یگان راهش رو حل میکنه. من با تو یگان جایی اسمی رو بعد میگم. من حالا باید با مسجد رو بخشش. حالا تو در حقیقت نماز میخونی؟ نمازهای آدمان بیچاره را فساد میکنی. گناه است گناه. چرا آخه؟ یا توبه با طور درست نمازها رو میخونم. تو؟ من اما گفتمانم اون سلب و جیلک و تو بسیار زیبیده است. اکنون تو مثل امام شده ای کلتاکیلاسی بسیار هم خوشروی. اپا جون خاموش شد. بسیار خوب. اپا و دادر دیدار بینی کرد ایسایی ها؟ ماشاءالله. بله من باید به مسجد روم با اجازت شما. میلش؟ تا بازدید اپا جان. خدا قبول گرداند دامولا. سلامت باشد آقا. ماشاءالله به دامادی من چشم نرسد. خانم مرحمت به درون دراییم. شوکت آبه برادر. شبیان برادر چی شد؟ اینجا تو گفتم. برادر خودت رو به دست گیر چی شد؟ خیلی برادر. برادر از این هم مشکل های وزن‌تر رو ما یک جوی پس سر کردیم. برای یک کاری میل شده تو عصبانی میشه گیر تو ما در گفت رو میکنیم. چی شد آخر من باز چیکار کنم؟ از برای خدا یگان کار نکردم. دو این بلاها رو به سر من میزنی برادرم. من چی گناه دارم؟ گوش کن زندگی کردن تو گناه است. آخر اپای جمیله باید از اینجا میرفت مگر مصلحت نبود. همین خیلی بود. من با اپای جمیله گپ زدم. لیکن بیوه میدونی چیکار کرد؟ با بابی اکرم گفت که من اپای دوملوزیا هستم. این پیرخر باشه او را گرفته به خانه در آورد. همینجا من گناهکارم. کنی گپ زن؟ مدام این خیلی گپ چرا با من نگفتی؟ چیکار میگفتم؟ من خواب بودم. خستم که اون نیست. بیرون برمونم در بیرون با اون پیرخر چخچخ داره. من اون را دیگه چیکار میترسیدم؟ اوه تو اگر از من میترسیدی قمار بازی کرده سری ما رو با اینجا بیا. ایست تو گفتم. ایست. یک موسیقی ما کیده بیا بچه. یک موسیقی ما کیده بیا بچه. نمیک این چی لباس است؟ چه کاری نمون با تو معقول شد؟ با یخماس فروشی گذاشتم من. نه خود شورک چی شد؟ ای جانم این مفلس شده است. مفلس. اپا جون تو درباره کدام مفلس شوی گپ میزنی؟ من روزانه یخماس میفروشم شبانه باشد نخوتی شورک. این را برای تو سوارجان میکنم جگر تا بخورم دو طرفا کار کردم قدری مرا بدانی. این را بین برای از عهده کار نبر اومدنش روز دیگر کار میکند و شب دیگر. اپا لطفا یک مرتبه بخیر باشد بگوید. التجا میکنم بس است آخیره. اپا جون بیا برای تو یخماسی هم گیر. نمیخواهم خدایا توبه. من میخورم. اپ 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 نمیک کنی بده. بده نمیک.
نباید این خیلی شده بیده نمی کار دارم ای من رفتم تو بازده یخ قیمه خیدم یا بچه آخرش ماندک مرحمت کنن من جورم با این تیلاخ چی کار میکنه؟ دیروز نخودی جوش آمده امروز یخماس قیماقی پقا باشد جواری مکه ای جگر اخته اینجا بیا یخماس قیماقی دا بیا بچه یخماس قیماقی دا بیا بچه مرحمت چی شده؟ باز با یخماس فروشی گذاشتی؟ بله اکم میخونید ای تیلاخی کنی یک یخماس ده؟ حاضر اکا جان حاضر یخماس قیماقی دا بیا بچه حاضر مرحمت اکا هپ گیره داخل هپ گیر آها نشو تو چی میخندی حیوان؟ نمیخندم اکا قیافه هم همیخیل است حالا قیافه ای تو را ویران میکنم گیر اکا کلی بمنده گفتم نامود بمنده بگو مرحمت گیر هپ نشد اکا دیرو بمنده میگویم یخماس را گیر زود باش مرحمت نخودم بیتا میدم من اکا گیر مرحمت اکا مرحمت دیگه گم شو از اینجا اتهام گم شو حیوان های بیعقل اکه کنون دیگی دملو را میکشم تو خدا جزایت را دهد اکه کنون بخشی زیاد ندیدیم تا بردار مروجی که میخیری ای حیوانی بیشاق داملا کلتکی راست این احمق چیکار کرد که شما رو اینقدر دمانده ایستاد است ها اگر یگان کار باشد در حال حل کنم مولا کلاس گفت ای از کجا فهمید تو کالتا کلاس هستی خاموش شوکت خاموش داملا بسیار عذر میخواهم خفه نشوید از دهانم یکی برآمد آخیر آقای کنان احتیاط کنه در بین محله داملا کالتا کلاس گفتن ناجا میشود داملا این احمق به این هم کالتا کلاس بودن شما را میدارد داملا من بعد از نماز با نزدیک کمیسر اونال رفته بیانات میدیم راحت باشید خوب نباشد شما روید من بیانات این ابله را گرفته زود میآیم آها گیرید داملا گیرید بیانات این احمق را گیرید مالش میگیرم برادر بخشی شد این دیوانه به خود آمد مگر حالا بیاناتش را عوض میکنه همش تمام شد یا الله خاموش شو برادر خلاص شدی همش با خیر هستی همش تمام شد خاطر نشو از پس تو شده اون هیکلچه ای از استادخانه دزدیده هم چی میشه خدا میدونه چند سال میشینه ما فراموشش با حافظه این کنون دیوانه اونقدر هم باور کردن در کار نیست بله تو هم احتیاط باش به تو نشونه فهمیدی تمام البته که مرا باور کن برادر جانم بله به تو باور کردم میتونم به تو باور کردم میتونم یک جان خاموشی است با کجا با کجا میشه شوکت با مسجد من یک تورت کنم حاضر میام خانم حجرتان آنقدر هم کلان نیست مرا ببخشید آقای اکرم نه جانم این بسیار خوب و کلان است بس خوب است این زیاد نمی شود مگر من میخواهم تا شما راحت کنید آخر شما اپای دامادی من میباشید همین خیلی نه؟ او هم از آمدن شما بسیار شاد است من هم بسیار شاد شدم شاد در کجای شما گم شدید کو؟ بینید مهمان آمده است یعنی پرسید که بیگان چی احتیاج دارد به حکومت کنید امروز کارم بسیار است مشغولم اینجا یک بوی میکنم بوی بد بسیار غلیظ بخشش نفهمیدم آخر با این بوی غلیظ گشته ایستاده ای کو ای زنی بی تربیه خفه نشوید زنی بسیار بد است آخر چه کار کنم خودم را داشته نمیتوانم آقای اکرم تو مرا ببخش فقط میکنم میکنیم تبریک میکنم خدا نگهبانت باشد تشکر سلامت باش خدا رحمتش کنه سلامت باشید سلامت خدا راضی باشد اکای ایرج امروز جنازه بوده است بله
من هم نمیدونستم جنازه بوده است. بخیر است آقای ایرج؟ جنازه است؟ بله دومولا جنازه بوده است. خیر دنیای گذرا چیکار کنیم؟ خدا رحمتش کنه. سلامت باشید. دومولا با کجا؟ کار دارم. دومولا نماز جنازه رو کی میخونه؟ با خدا که از جماعت یکم کس خونه. چون شما هستید نمیشود دومولا. آخر بیچاره یگان صاحب نداشته است. باز شما او را پرتوفته نروید دومولا. چی کنم من؟ آخر من به درون خلق نمیدرویم. درویم هم گناه او را کم نمیکنم. نه دومولا. آخر نماز جنازه رو شما خوانید گفتید. هجری در کجاست؟ طهارت کنی رفت دومولا. حاضر میآید. یا هجری همیشه در وقت در کاری نیست. مرحمت دومولا. خدا رحمتش کنه. شما دیدون بیا دومولا بیا بفرمایید. شما نزدیک میت هستید؟ نه یگان کسم نمیشود او را نمیشناسم. دیدم که در زمین خواب است آوردمش. بیچاره یگان صاحب نداشته است. گفتم به او صاحبی کنم. میدونه ثواب است. دومولا شما نماز جنازه را خوانید من باشم به صف بگذارم. چی گفتید؟ مرحمت. دومولا زیا پیش از نماز جنازه چخیل خواندنش را به ما نغزکک میفهمونید. ساختکار حالا میبینی که سیرت چخیل خوش میشود. میدانستم اما دویم نمیخونیم فراموش کردم. یکی خطا فهمانم یا خدایا هجری در کجا یا خیر. بله محترم جماعت نماز جنازه انا نمیدونی آخی از 4 تکبیر عبارت است. از 4 تکبیر عبارت است. در تکبیر اول سبحانک را میخوانی. سبحانک را میخوانی. در تکبیر دوم باشد صالح بارید. صالح باریک. در تکبیر سوم باشد دعای جنازه. دعای جنازه خونده می شود. دومولا زیا من دعای جنازه را نمیگم. پس نباشد تو دیگر چیز بخون. نمیشود برادر مگر این خیلی میشود؟ میشود نمیشود. سبحان الله. البته چون امام ساخته شود همه چیز میشود. در تکبیر 4 باشد و راست و چپ سلام دادن نماز جنازه را به آخر میرسند. شکری خدا نهایت یک چیز را میدانسته است. بله حالا یک جای نیت کنیم شخصانی که نمیدانند گفته های ما را تکرار کنند. نیت کردم برای نماز برای میت برای دعا 1 دقیقه. جماعت عزیز عجبا جنسیت شخصی میت چی باشد؟ مردینه. نمیدونیم دومولا. مرد هم بوده میتواند زن هم. در بالای تو بود متا هم نیست. متا می بود معلوم میشد. نمیدونیم دومولا. هیچ گپ ندارد ما همچون زن نیت میکنیم اگر خطا باشه در اون دنیا اصلاح میشود. یا خدایا توبه مردینه من. بله چی شده ایستاده است؟ یگون کس گپ زده ایستاده است؟ اویا مگر من از غیب یگون چیز شنیده ایستادم؟ نیت کردم به نماز دعا با نیت میت. همچون مرد نیت میکن. مگر از تابوت صدا من ایستاده چی؟ من عقلم رو خوردم؟ یا خدایا توبه از تابوت صدا آمد نگوید صدا از آنجا بود. باشد من دارم چی خیش شدم. یا خدایا مگر من در حقیقت مردم. یا توبه. من میروم زهرا جون. بعد از مجلس باشد به خونه میروم. زهرا جونم بخیر است. این وقتا پریشان مینم و یگان گپ شده است. نه یگان چیز نشده است. من خودم همین خیلی. تو چی کار داری؟ با لبین یگان جون میروی مگر؟ نه جونم این چه علاقه دارد؟ ما با لبین تنها دوست هستیم. درباره حادثه های شوبهشون گپ میزند. تمام حادثه های شوبهشون رو نقل میکند. مثلا کلتکیلوس. بله محترم جماعت برای میتی در این تابوت خواب بوده حقتان را حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ پس نباشد من هم حلال کردم. حلال بود. من نمیکنم. اکرم را حلال نمیکنم. حتی یک نمازی جنازه را خوانده نمیتوانی. این دومولا ساخته سلطکر. این همون دیوانه است. تو چی اینقدر با استادم چسبیده ای؟ تو آدم را حتی با دوزخ هم میبری. حریف دیوانه. ای خدای توبه این مرده زنده شده دیوانه میشده است.
کمان رو لطکوب کنم ها؟ چی میگویی تو؟ چه خلطکوب؟ ای حریف، او این خودش مرده است، بدنش گپ زده ایستاده است.